یکی از بزرگترین مشکلات ما لوازم قنادی فروش اینه که قیمت که بهش دادن دارن 10-15 هزار تومن زیر قیمتی که تو میگی میدن. گفتم آره میشه. یه لحظه با هم اینو ببینیم. مشتری زنگ زده میگه آقا پودر قند چند؟ قیمت که بهش دادن میگه آقا تو شهر من تو محله من دارن 10-15 هزار تومن زیر قیمتی که تو میگی میدن. مگه میشه؟ گفتم آره میشه. هممون میدونیم تو بازار اختلاف قیمتی 2 تومن 3 تومن نهایتا خونه پرش بشه. و چجوری میشه؟ این دوتا عکسی که دیدید یکیش پودر قند یکیش پودر شکر. در حالت عادی تشخیص دادن این دوتا خیلی سخته، حتی برای من فروشنده. بعد میگه من رفتم بالا سر بارشو دیدم. فرقشون تو چیه؟ منم بارشو دارم میبینم، شما هم همه بارشون رو دیدید. خیلی تفاوت جزئی دارن. پودر شکر یکم زبطر از پودر قنده. خیلی باید استاد باشی، کار حرفه‌ای چندین و چند ساله بفهمی تفاوتشونو. قیمتشون هم 10-15 هزار تومان تفاوتشه. پس از جایی که خرید میکنید هش اطمینان داشته باش. من نمیگم از من بخرید، از جای مطمئن بخرید که پودر شکر رو به جای پودر قند بهتون نده. جفتش هم موجوده، پودر شکر پودر قند. استعلام قیمت دایرکت. خلاصه یکی از سخت‌ترین کارهایی که تو صنف ما باید بکنی قیمت دادن پودر قنده.